یکی از بهترین روش‌های دم کردن زعفرون بدین صورتی که حتما زعفرون رو ابتدا رشته‌هاش رو آسیاب کنید. وقتی رشته‌های زعفرون آسیاب میشن، عطر و رنگ بیشتری ازشون خارج میشه. حالا چند قطعه یخ رو درون ظرفی بندازید و بهتره که قطر ظرفتون کم باشه. ببینید من الان اینجا توی لیوانم گذاشتم، توی ماگم. چرا؟ چون میخوایم که فشرده تر و منسجم تر باشن. حالا مقداری پودر زعفرون رو روی یخها بپاشید و بگذارید تا یخها آب بشن. بعد از مدتی چند قاشق آب جوش روی یخها اضافه کنید. این شوک دمایی باعث میشه که رنگ و عطر بیشتری از زعفرون خارج بشه. حالا ظرف زعفرون رو روی بخار کتری بگذارید تا 5 دقیقه دم بکشه. با این روش بیشترین رنگ و عطر زعفرون رو خواهید داشت. یکی از بهترین روش‌های دم کردن زعفرون بدین صورتی که حتما زعفرون رو ابتدا رشته‌هاش رو آسیاب کنید. وقتی رشته‌های زعفرون آسیاب میشن، عطر و رنگ بیشتری ازشون خارج میشه. حالا چند قطعه یخ رو درون ظرفی بندازید و بهتره که قطر ظرفتون کم باشه. ببینید من الان اینجا توی لیوانم گذاشتم، توی ماگم. چرا؟ چون میخوایم که فشرده تر و منسجم تر باشن. حالا مقداری پودر زعفرون رو روی یخها بپاشید و بگذارید تا یخها آب بشن. بعد از مدتی چند قاشق آب جوش روی یخها اضافه کنید. این شوک دمایی باعث میشه که رنگ و عطر بیشتری از زعفرون خارج بشه. حالا ظرف زعفرون رو روی بخار کتری بگذارید تا 5 دقیقه دم بکشه. با این روش بیشترین رنگ و عطر زعفرون رو خواهید داشت. روی یخها بپاشید و بگذارید تا یخها آب بشن. بعد از مدتی چند قاشق آب جوش روی یخها اضافه کنید. این شوک دمایی باعث میشه که رنگ و عطر بیشتری از زعفرون خارج بشه. حالا ظرف زعفرون رو روی بخار کتری بگذارید تا 5 دقیقه دم بکشه. با این روش بیشترین رنگ و عطر زعفرون رو خواهید داشت.